خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی منکرفتی دیگه. امروز اومدم با آموزش ساختگی دم. اول با هم یه مورد میسازیم، البته کریتیو این یکی. حالا شما میتونید هر رو که دلت خواست این در واسه خودتون بسازید. آموزش این در یعنی این در جوری ساخته میشه که با زدن با ورداشتن یه بلاک یا گذاشتن یه بلاک خاص، حالا خاص که نه، هر بلاک که دلتون میخواد، این در باز میشه. بریم واسه مرحله اول. به این وسایل که میبینید نیاز داریم، همینایی که اینجا دارید میبینید. دوباره استوب. خب داشتم میگفتم یه همچین چیزی رو درست کنید. این محدوده چیه؟ این محدوده حرکاتیه که سنسورمون متوجهش میشه. بلاک بذاریم، ورداریم، حرکت کنیم. اما این محدوده هم باز یه قوانینی داره. استوب میکنیم و ارتفاعاتی هم که این سنسور هوا تاریک شده است و ارتفاعاتی هم که این سنسور متوجهشون میشه، فقط این محدوده. بالاترین محدودش 7 بلاکه که ردیف 1 و 2 و 3، بعد اون 6 بلاک، بعد اون 5 بلاک و توی ردیف آخری 4 بلاک. بله، این ردیف هایی هستن که ارتفاع این سنسور رو مشخص میکنن. یعنی شما توی این محدوده و توی این ارتفاع اگه بلاکی بذارین یا بلاکی بردارین یا هر کار دیگه کنین، قطعاً سنسور متوجهش میشه. ای بابا، خیلی خوب، من اینجا رو درست کردم فرزن اتاقمون. حالا چجوری این در باز میشه؟ ببینید، اینو بردار، دیدین باز میشه. به همین راحتی سیستمش الان نشون